إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درس پنجم ما و شما میخونیم. در درس پنجم اسم الرحیم الله سبحانه و تعالی هست. اسم الرحیم الله سبحانه و تعالی یکی از اسماء و صفات الله الرحیم هست که در قرآن عظیم الشان و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت می باشه. از نگاه لغوی اسم الرحیم مثل الرحمن واره، از کلمه رحمت گرفته شده و ما و شما در درس قبلی که صفت الرحمن خواندیم در اونجا تشریح کردیم که رحمت یکی رحمت ذاتی هست که مربوط ذات الله سبحانه و تعالی میشه و او صفت خاص الله سبحانه و تعالی است، و دیگر رحمت مخلوق است. ما و شما را خواندیم که الله متعال رحمت خلق کرده، او رحمت را که خلق کرده او را باز برای انسان ها و برای مخلوقات خود در دنیا داده هست که 99 پیش خود حفظ کرده برای آخرت و یک قسمت از او را چی کردن به دنیا فرستاده هست. و نه در مسئله اصطلاحی کلمه الرحیم که الرحیم هو الذي يوصل رحمته في الدنيا. الرحیم هو الذي ذاتی هست که یوصل رحمته که میرسانه رحمت خدا فی الدنیا در دنیا لکل مخلوقاته برای تمام مخلوقاتش، و فی الاخرت و در آخرت للمؤمنین خاصتا و در آخرت همین رحمت خدا میرسانه برای مؤمنا به شکل خاص. والذی یستجلب رحمته اطاعت اوامره و اجتناب نواهیه. دیگه چی هستن؟ میگه والذی او ذاتی که یستجلب رحمته که جلب میکنه رحمت از او، چی جلب میکنه؟ اطاعت و اوامره، اطاعت اوامرش. اگر کسی اطاعت اوامر از او میکنه این رحمتش جلب میکنه و اجتناب نواهی و اجتناب از نواهیش. خب در اینجا ما در قسمت اسم الرحیم الله سبحانه و تعالی کدام نقاط بفهمیم؟ چند نقطه بسیار مهم است. اول الرحیم هو الذی یوصل رحمته. الرحیم دلالت میکنه به چی؟ به ذاتی که او رحمت خدا به مخلوقاتش میرسانه، پس این صفت فعلی الله میشه. از این خاطر در موسوعه عقاید آمده هست که میگه و اسمه الرحیم یدل علی الصفت الفعلیه. متوجه هستین؟ اینجا در موسوعه عقاید میگه که اسم الرحیم الله که دلالت میکنه به صفت فعلی الله، یعنی من حیث ایصاله الرحمت الى المرحوم، از حیث از نگاه ای که رحمت خدا میرسانه برای همون مرحوم، برای کسی که او را رحم میکنه. پس الرحمن صفت ذاتی الله بود و الرحیم صفت فعلی الله سبحانه و تعالی هست. صاحب کتاب الوجیز اسماء الحسنى هم میگه که والرحیم الموصل رحمته الى من شاء من خلقه. میگه الرحیم او ذاتی هست که میرسانه رحمت خدا برای هر مخلوق خواسته باشه. پس الله متعال رحمت خدا بر مخلوقات خود میرسانه. طبعا رحمت الله سبحانه و تعالی رحمت چی هست؟ رحمت مادی و معنوی هست. رحمت مادی چیست که نعمت هایش و میرسانه، و نعمت معنوی است که الله سبحانه و تعالی بر رحمت خود توبه انسان قبول میکنه، بر رحمت خود مثلا انسان ایمان نصیب میکنه، بر رحمت خود مثلا انسان ها را به جنت میبره، از عذاب خود نجات میده. اینی هست. خب دوم نقطه که باید بفهمیم که اینمی رحمت الله که است فی دنیا لکل مخلوقاتی است. امی رحمت الله که است در دنیا برای تمامی مخلوقات است. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام بدائع الفواید، میگه الرحیم دال علی تعلقها بالمرحوم. میگه این صفت الله که است، میگه دلالت میکنه به تعلقش به مرحوم، کسی که رحم میکنه. دال علی انه یرحم خلقه برحمته، که او بالای
مخلوقات خود به اساس رحمتش رحمت میکنه. خب و همین قسم مثلا و خلق خلقه برحمته و انزل کتبه برحمته و ارسل رسوله برحمته. ببینین اینمی کلش وقتی که مخلوقات خلق کرده به رحمت خود خلق کرده، کتابهای خود نازل کرده به اساس چی؟ به اساس رحمت و مهربانی. چرا اگر کتابهای آسمانی نمی بود، پیغمبران نمی بود، ما و شما کل ما در گمراهی و دلالت بودیم. به اساس رحمت الله سبحانه و تعالی کتابهای خود به اساس رحمت خود روان کرد تا که ما و شما به او ایمان بریم و مستحق جنت شویم، هدایت شویم، انسانیت پیدا کنیم. چرا اگر انسان مثلا ایمان نداشته باشه از حیوان هم بدتر می باشه، حتی کارهای میکنه که حتی حیوانات هم او کارا را نمیکنه. پس الله متعال مخلوقات خلق کرد به رحمت خود، کتابها نازل کرد به رحمت خود، و ارسل رسوله و پیغمبرای خدا که فرستاد به رحمت خود، و شرع شرائعه برحمتی. امی که شریعت ساخت، شریعتی که الله ساخته شریعت بسیار عادلانه هست، به خاطر ازی که برای تمام بشریت است، سیاه پوست، سفید پوست، سرخ پوست، خانم ها، مردها، دخترها، پسرها، کلشان پیش الله متعال که از کلش مخلوقاتش است. بنابراین بر کل از اینا اما مطابق ظرفیتش، مطابق تواناییش برش مکلفیت داده و مطابق اما رحمت خود الله بر از اینا نعمتها را میده. اما شما اگر ببینید مثلا اگر در یک جای مردها قانون ساختن و قانونشان ضد خانم ها هست، اگر یک جای خانم ها اونجا قدرت دارن قانون بسازن، مردا را پوست میکنن. و اگر مثلا یک جای اگر شما ببینید که مثلا اروپایی اگر قانون بسازن، قانون از اونا برای آسیایی ها مشکل هست. این قسم شما ببینید هر کسی اگر کافر قانون بسازه مسلمان ها را مثلا بسیار توهین میکنه و مسلمان ها را به قتل میرسانه. پس کدام قانون عادلانه هست؟ الله متعال به اساس رحمت خود این قانون ساخته. از این خاطر هر حکم الله را که ببینید به او رحمت الله هست. پس تمام این رحمت خود برای انسان ها، برای مخلوقات، حتی برای حیوانات که ببینین الله متعال چی کرده؟ به رحمت خود برای زنا همو احکام خود جور کرده که حتی حیوانات به اساس رحمت الله زندگی میکنن. و سومین نقطه که شد فی الاخرت للمؤمنین خاصه. پس فهمیدیم که رحیم ذاتی هست که رحمت خدا میرسانه، صفت فعلی الله شد. دوم چی شد؟ دومی است که این رحمت الله که از در دنیا عام است، یعنی الله سبحانه و تعالی پیغمبرها را به کل روان کرده. او روان نکرده که بگیم ما برای مسلمان ها روان کرده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد به اون منطقه کلش مشرکین بودن، پیغمبر برای اونها فرستاد، کتاب برشان فرستاد و مسلمان شدن. بناهن رحمت الله سبحانه و تعالی در دنیا برای کلگی هست و این نعمت خدا، رحمت خدا در دنیا برای کلگی میرسانه. و فی الاخرت للمؤمنین خاصه. سومین نقطه چی هست که رحمت الله سبحانه و تعالی در آخرت خاص می باشه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. این چیزی است که در روز آخرت الله متعال نعمتهای خود مخصوص کی میسازه؟ مخصوص مؤمنین میسازه رحمتش. مثلا در روز آخرت لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون. بر از این جنتی ها که هست میوه ها هست، بر از اونها هر چیزی که تقاضا بکنن. سلام قولا من رب الرحیم. بر از اونها سلام داده میشن، میگه بر شما سلام است و رحمت است از جانب رب که رحیم است، مهربان هست. یعنی رحمتش در آخرت برای کی هست؟ برای مؤمنان است. خب سلام قول من رب رحیم و امتاز الیوم. علامه ابو اسحاق الزجاج رحمه الله نشته میکنه، میگه و الرحیم خاص فی رحمته لعباده المؤمنین. میگه همین رحمت الله کس خاص است برای بنده های مؤمنش، بیان هداهم الی الایمان، یعنی اینا را به اساس رحمت خود هدایت به ایمان کرده. و هو یثیبهم فی الاخره. و برشان در آخرت هم ثواب میده، الثواب الدائم، ثواب دائم میده، الذی لا ینقطع. او ثوابی که هیچ وقت قطع نمیشه. پس الله سبحانه و تعالی رحمت خود در دنیا بر کلگی فرستاد، لکن شامل از رحمت کی میشه؟ اکثر مؤمنان میشه، چون که ایمان مؤمن آورد رحمت الله را جلب میکنه. خب علامه ناصر جلیل چی میگه؟
میگه رحمت خاصه و هذه الرحمه لا تكون الا للمؤمنین. او میگه که یکی رحمت عام است و یکی رحمت خاص است و همین رحمت خاص که است میگه این باشه چی است؟ مخصوص مؤمنا هست. بر مؤمنا چی است؟ مثلا وقتی که توفیق میده به هدایت یک رحمت بسیار بزرگ است. بسیاری کسا مثلا بسیار علمیت داره، بسیار دانش داره، بسیار فهم داره، لکن هدایت نمیشه، توفیق الله برش نداده. پس از رحمت الله هست که الله یک کسی را توفیق میده به هدایت. مثلا وقتی که تو نماز خواندی، عبادت کردی الله را، در هر سجدی که به الله میکنی و الله تو را توفیق داد، بفهم که الله رحمت خود بر تو فرستاده هست. یعنی چقدر مستحق رحمت الله شدیم. و یصیبهم علیه، در مقابل ازی برشان با ثواب میده. و یدافع عنهم، رحمت الله هست که از این مؤمنان الله دفاع میکنه. و ینصرهم علی الکافرین، اینا را نصرت میده بالای کافرها. و یرزقهم الحیات الطیبه، برای مؤمن زندگی طیب و پاک میده. یعنی یک کافر بسیار مالدار میباشه، لکن وقتی که پرسانش میکنی، اکثر نمی کافرایی که مسلمان شده، وقتی از اینا پرسان شده که تو خو بسیار پول داشتی، پیسه داشتی، میگه بسیار پیسه داشتم، بسیار مال داشتم، لکن راحت نداشتم، آرامش قلبی نداشتم. از این خاطر اینمی که الله متعال برای انسان زندگی خوب و پاک نصیب میکنه. و یبارک لهم فیما اعطاهم، برکت میده. یعنی بسیار یک مؤمن ببینی عاید بسیار کم داره، لکن الله متعال او تو برکت میپرده که مثل از بسیاری پولدارا و میلیونرها کده راحت میباشه. و یمدهم بالصبر، این دیگر رحمت الله است که الله برای مؤمنین چی میده؟ صبر نصیب میکنه. والیقین عند المصائب، هم صبر و هم یقین. بسیار سختی ها سر مؤمنین میایه، لکن الله برشان صبر و یقین میده. و یغفر لهم ذنوبهم، و مغفرت میکنه برشان گناهانشان را. و یکفرها بالمصائب، امی گناه های مؤمنین با چی کفران میکنه؟ یعنی با چی امی گناه های از اینا را کفاره میکنه، یعنی از بین میبره. با چی؟ با مصیبت ها. یعنی هر مصیبتی که سر یک مؤمن میایه، این سبب چی میشه؟ سبب کفاره گناهایش میشه. و یرحمهم فی الاخره، و همشان اینا را رحمت میکنن در آخرت. بالعفو عن سیئاتهم، با عفو از اشتباهات و گناهایشان. و رضا عنهم، از پیش از اینا راضی میشه. و الانعام علیهم بدخولهم الجنه، نعمت برشان میده که اینا را داخل جنت میکنه. و نجاتهم من عذابه عز وجل، و نقمت اینا را از عذاب و از غضب الله اینا نجات پیدا. این کلش رحمت الله هست. چهارمی نقطه که در اسم رحیم الله سبحانه و تعالی باید ما شما بفهمیم، وهی است که والذی یستجلب رحمته اطاعت اوامره، یعنی او ذاتی که رحمت از او را چی جلب میکنه؟ اطاعت از اوامرش. سعی کنین. الله متعال میگه و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، شما از الله و رسولش اطاعت کنین شاید که شما مورد رحمت قرار بگیرین. یعنی اگر کسی اطاعت از الله و رسولش میکنه، در حقیقت این مستحق رحمت الله میشه. دیگه چی؟ مثلا مطابقت از قرآن، و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، الله متعال میگه می قرآن عظیم شان کس، این کتاب است که ما را نازل کردیم، بسیار مبارک است، شما از این متابعت کنید. و تقوا و تقوا بکنید لعلکم ترحمون، شاید که شما بالایتان رحم شوند. گوش دادن به قرآن هم سبب رحمت الله میشه. یعنی اگر ما میخوایم که رحمت الله جذب شود، به قرآن عظیم شان گوش بدیم. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی که قرآن تلاوت میشه قرآن گوش بگیرین. و انصتون، و خاموش باشین. لعلکم ترحمون، شاید که بالای شما رحمت الله نازل شود. اینه پس پرهیزگاری. مثلا میگه ولتتقوا لعلکم ترحمون، شما چی کنین؟ تقوا کنین شاید که شما بالایتان رحمت شود. واتقوا الله لعلکم ترحمون، سکن. دیگه مثلا وقتی که انسان طلب مغفرت از الله میکنه، لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون، شما چرا از الله استغفار نمیکنین؟ اگر استغفار بکنین شاید که شما بالایتان رحمت الله نازل شود. پس این تمام این چیزا که چی میشن؟ و من اعظم ما استجلب به رحمت الله تعالی فعل ما یرضیه، چی جلب میکنه رحمت الله را؟ میگه فعلی که الله را راضی میسازه. و یأمر به و اجتناب ما یسخطه و ینهی عنه باتباع ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم، و از اجتناب از چیزی که الله را خفا میسازه و متابعت از رسول الله
صلی الله علیه و سلم. اینی چند نکته بود که ما و شما باید بفهمیم که الله متعال اول الرحیم یکی از اسماء و صفات الله هست. دوم الرحیم از صفت هست که به صفت فعلی الله دلالت میکنه، یعنی رحمت به مخلوقاتش میرسانه. سوم امیر رحمت الله در دنیا عام است بر تمام مخلوقات. چهارم رحمت الله خاص است برای مؤمنین در آخرت. پنجم بسیاری اعمال نیک یعنی اطاعت از الله و از احکامش و اجتناب از نواهی الله سبب چی میشه؟ جلب این رحمت الله میشه. 5 نقطه رو باید بفهمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.